ها دارای اتاقای زیاد از جمله اتاق پذیرایی و اتاق خواب و صندوقخانه و اتاق مخصوص خانم هاست و قسمت ارباب نشین از قسمت غلام نشین مجزا شده است. اتاقی که به آن وارد شدیم چهارگوش و کوچک بود و طبق معمول روی کف آن فرش انداخته بودند. دیوارها رنگ سفید داشت و سقف اتاق را گچبری و نقش و نگار کرده بودند. در یک بخاری دیواری آتش می‌سوخت، زیرا کوره زمینی در آنجا نبود. عده‌ای کثیری میهمان که قبل از من آمده بودند دور تا دور اتاق پشت به دیوار روی زمین نشسته بودند و مرا به اتفاق همراهانم در کنار داروغه شهر نظربیک که در حقیقت صدر مجلس به شمار می‌آمد نشانیدند. 3 زن خواننده و نوازنده نیز با سازهای خود در اتاق بودند. یکی از سازها زهی بود که با آنچه ما داریم شباهتی ندارد و دیگر ادوات موسیقی مانند طبل‌های کوچکی بودند که در ایتالیا دخترکان هنگام تابستان آن را به صدا در می‌آورند، منتها بزرگتر و بسیار زیباتر و پرنقش و نگارتر، و من یکی از آنها را با خود خواهم آورد. این زنان غالبا کسانی هستند که مردان میتوانند ایامی را با آنان به سر آورند، ولی در موقع میهمانی به منظور خوانندگی و نوازندگی و گرم کردن مجلس به منازل دعوت میشوند. به یکی از آنها که پیر و بسیار زشت بود و فلفل لقب داشت احترام زیادی میگذاشتم، زیرا هر وقت شاه برای کاری به همدان میآمد این زن یکی از کسانی بود که برای سرگرم کردن او دعوت میشدند و از این احترام مبالغه آمیز که جنبه تملق داشت چنین دستگیرم شد که بعضی از درباری‌های کمفهم برای جلب مختصر لطف شاه غالبا به چه اقدامات بی‌نتیجه‌ای دست میزنند. روی زمین اتاق در جاهای مختلف ظرفای بزرگ پر از میوه از قبیل انار گلابی و انگور و فندق شور و پسته و اقسام آن چیده بود که میهمانان گاه گاه به سمت آنها میرفتند و چیزی برمی‌داشتند. در وسط اتاق میان ظرفها 2 پسر بچه که به نظرم از غلامان بودند به طور دوزانو که علامت حقارت و کوچکی است نشسته بودند و اطراف آنان پر از تنگ‌های شراب بود که مرتباً از آنها در جام‌های نقره که به شکل کاسه‌های سوپخوری ما اونجا کوچکتر بود میریختند و به میهمانان میدادند. 2 جام هر یک در سمتی از اتاق مرتباً در گردش بود و میهمانان به ترتیبی که نشسته بودند از آن می‌نوشیدند و وقتی دور به پایان می‌رسید دوباره همین ترتیب از سر گرفته می‌شد. منتها هر کس در نوبت خود به اندازه‌ای کم می‌نوشید که با وجود تعدد دفعات و توالی ساعات گمان نمی‌کنم به اندازه یک وهله شرابخوری در میهمانی آلمانی‌ها یا فلاماندها میگساری می‌شد. این مطلب را نقاش من که از فلاماندها بود گفت و علاوه من خودم ناظر بودم که هیچ کس در میهمانی مست لایعقل نبود. در حقیقت هر کس به اندازه‌ای می‌نوشید که بدن او قطراتی چند از مشروب برسد و این همان شیوه‌ای است که مطابق گفته گزنفون سقراط از آن تعریف فراوان کرده است. به من که می‌دانستند شراب نمی‌نوشم تعارف نکردند و فقط یک مرتبه از مایع سیاه که قهوه نام دارد و بسیار گرم و گوارا بود نوشیدم. دیگران نوشیدن را به یکدیگر تحمیل نمی‌کردند و به عادت مردمان شمال اروپا به سلامتی یکدیگر دائما جام‌های پیاپی نمی‌زدند. تو پرانتز عادت قدیم ایرانی که کتاب مقدس نیز از آن نام برده و حتی در مورد مهمانان آسوری نیز رعایت می‌شده است. پرانتز بسته. ولی موقعی که نوبت به هر کس می‌رسید نمی‌دونم به چه دلیل نخست چند بار از نوشیدن امتناع می‌کرد. مجلس که واقعا برای من غیر قابل تحمل شده بود تا غروب آفتاب ادامه یافت و مطلبی که مرا بیشتر از 4 زانو نشستن زیرا دراز کردن پا بی‌ادبی محسوب می‌شد آزار می‌داد این بود که هیچ حرفی رد و بدل نمی‌شد و سکوت کامل بر مجلس حکم فرمایی داشت و اگر کسی حرفی می‌زد بسیار آهسته و فقط با پهلو دستی خود بود. خوشبختانه هر چند یک بار مطرب‌های زن آوازهای دلپذیر ایرانی می‌خواندند و غالباً آواز را با نواختن آلات موسیقی و رقص توأم می‌کردند. رقص‌ها گرچه زیاد با حیا توأم نبود ولی در این حال مانند رقص‌هایی که در قاهره دیدم جنبه بی‌پروایی و گستاخی نداشت و بیشتر به رقص‌های اسپانیولی می‌نمود. منتها حرکات و اطوار بدن و دست به طرز خاصی بود که به نظر من زیاد ظرافت نداشت. مضافاً به اینکه لباس عجیب زنان ایرانی باعث نقصان لطف و ملاحت زنانگی آنها می‌شود و تنگی و چسبانی آن با کمربندی که روی ران بسته می‌شود منظره غریبی به وجود می‌آورد. من نمی‌خوام در توضیح لباس‌ها اتلاف وقت کنم زیرا در بازگشتم نمونه‌ای از لباس‌های مختلف و همچنین تصاویر آنها را به شما نشان خواهم داد. از جملات آوازها البته چیزی نفهمیدم زیرا از زبان فارسی چیزی نمی‌دانستم. فقط آنقدر می‌دانم که نام شاه عباس به کرات برده می‌شد و گمان می‌کنم تمام اشعار در مدح او بود. باید بگویم شاه در ایران آنقدر مورد ستایش است که وقتی می‌خواهند قسم بخورند می‌گویند به سر شاه عباس و اگر کسی به خدا یا به کلام او یا از این قبیل قسم بخورد آنقدر به حرف او اعتماد نمی‌کنند تا اینکه بگوید قسم به سر شاه. علاوه به طور مکرر از اشخاص عامی شنیدم موقعی که درباره موضوعی حرف میزنند مثلا اگر بخواهند آرزوی مسافرت خوشی را برای کسی بکنند به شیوه ما نمیگویند به خواست خدا بلکه به ترکی میگویند شاه عباس مرادن برسن که معنی میدهد امید است که اراده شاه عباس چنین باشد. خلاصه به شاه عباس اعتقادی دارند و به اون نسبت‌هایی میدهند که فقط به خداوند برازنده است و بس. در ضیافت‌های بزرگ در حضور شاه یا بزرگان قوم معمولا پس از اینکه تا پاسی از شب مراسم رقص و پذیرایی با صرف میوه و شراب به طول انجامید مقدار زیادی مربا به مجلس میآورند ولی در این ضیافت چنین نکردند بلکه طبق رسوم محل به جمع آوری ظروف میوه و شراب پرداختند و به جای آن سفره قلمکار بزرگی که تمام سطح اتاق را پوشیده بود پهن کردند. سپس همان 2 غلام بچه به روی سفره نشستند و برای میهمانان که دور تا دور نشسته بودند غذا کشیدند. روی هم رفته 8 بشقاب بزرگ یا بهتر بگویم قاب پر از پلو که هر یک چاشنی علاحده‌ای داشت روی سفره چیدند و تعداد زیادی از نان‌های نازک نیز آنجا قرار دادند. غلام بچگان در وسط ظروف غذا که تل برنج در آن انباشته شده و به شکل اهرام مصر در آمده بود ایستاده بودند و این ظروف در اطراف سفره طوری چیده شده بود که هر 2 تا 3 نفر ما می‌توانستیم بدون اینکه زیاد از جای خود حرکت کنیم به راحتی از آن بخوریم. برای تمیز کردن دست‌ها دستمال تقسیم نمی‌شود زیرا معمولاً هر کس دستمال بزرگ پرنقش و نگاری که در بافت آن ابریشم یا تارهای طلا به کار رفته است در کمربند خود دارد. در این مورد باید گفت که ترک‌ها از ایرانیان متمدن‌تر هستند ولی به هر حال ایرانیان و حتی خود شاه ایران چنین غذا می‌خورند.
چند عدد قاشق چوبی سر سفره وجود داشت، ولی به غیر از مافرنگی‌ها هیچ کس آنها را مورد استفاده قرار نداد، زیرا ایرانیان همونطور که موقع ورود سفرای آنان به روم شیوه غذا خوردن آنان توجه اشخاص کنجکاو را جلب می‌نماید، از دست خود به عنوان قاشق استفاده می‌کنند و به طریق خاصی 4 انگشت را به طور پیوسته به یکدیگر در داخل ظرف غذا می‌چرخانند و به نحوی که در نظر ما خارجی‌ها بسیار کثیف و دور از تمدن می‌نماید.